سلام. همونطور که از عنوان ویدیو متوجه شدید قراره به بررسی چند اصل مهم در مورد مطالعه بپردازیم که دانشجوهای هاروارد از اون استفاده میکنن. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اصل آخر شاید براتون خیلی جالب باشه. پس بزن بریم. اصل اول: کم بخون اما مفید بخون. این اصل تاکید بر این موضوع داره که نه حجم بالای مطالعات بلکه کیفیت و ارزش محتوای اونها مهمه. پس بهتره به جای مطالعه محتوای زیاد بر روی مطالعه هدفمند و انتخاب محتوای با ارزش تمرکز کنیم. اصل شماره 2: اگر چیزی برات واضح نیست فقط حفظ نکن. مبهم بودن یعنی اتلاف وقت. این اصل به ما میگه صرفاً حفظ کردن اطلاعات بدون درک و فهم اونها بازدهی و کارایی چندانی نداره. با توجه به این اصل بهتره که افراد به جای صرف وقت برای حفظ مطلب بر درک و فهم اون مطلب تمرکز کنن. اصل شماره 3: از نوشتن کمک بگیر. نوشتن مثل حکاکی روی ذهن میمونه. نوشتن فرآیندی هست که در حین اون ما مجبوریم تا افکار و ایده ها رو به شکل منسجم منتقل کنیم. پس این فرآیند به ما کمک میکنه تا به طور عمیق موضوع رو بفهمیم. و چی بهتر از این میتونه باشه؟ اصل شماره 4: حین مطالعه برای خودت تصویر سازی کن. با انجام این کار وقتی قراره به یاد بیاریش میبینی که تصویرسازی چقدر میتونه تو بازیابی مطالب کمکت کنه. اصل شماره 5: تا میتونی چیزی رو که میخوای یادت بمونه رو خلاصه نویسی کن. خلاصه نویسی به ما کمک میکنه مفاهیم کلیدی رو شناسایی و برجسته سازی کنیم. پس وقتی به اون مطلب نیاز داریم خیلی کارمون رو تو یادآوریش راحت میکنه. اصل شماره 6: فعال و هوشمند مطالعه کن، نه مثل یک ربات که فقط حفظ میکنه. هر چقدر از مزایا و اهمیت مطالعه فعال بگم کم گفتم. حتی اگر امکانش هست اون مسئله‌ای رو که داری میخونی به زندگی واقعی وصل کن. اصل شماره 7: هر وقت حین مطالعه ذهنت پرت شد اون فکر مزاحم رو یک گوشه برای خودت یادداشت کن. یادداشت کردن فکر مزاحم باعث میشه از قدرت اون فکر کم بشه و این خیلی در تمرکز برای ادامه مطالعه به ما کمک میکنه. اصل شماره 8: همه چیز مطالعه و درس نیست. تفریح و استراحت به شیوه درست اگر نباشه انگار داری مسیر زندگی رو اشتباه میری. سعی کن قسمتی از روزت رو به استراحت اختصاص بدی. و اصل آخر: باید بگم که خوب بخواب. آره دقیقاً خوب بخواب. خواب برای حافظه و یادگیری مثل معجزه میمونه. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید و جذاب بوده باشه. اگر از محتوای ویدیو لذت بردید لطفاً اون رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن کانال ما از ویدیوهای جدید با خبر بشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.